بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروزه درس ما از کتاب صحیح بخاری یا از دعاهایی که در صحیح بخاری در کتاب دعوات آمده است درباره تسبیح گفتن پیش از خواب است. ولی پیش از اینکه خودی همین حدیث رو گویم، باید به همین قصه که خصوصا این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم به دخترک خود فاطمه گفته هستند، میخوام به همین قصه هم توجه کنیم و از همین قصه هم یک چند درس های زندگی برای خود داشته باشیم. اینجا حدیث از ابن ابی لیلا آمدگی هست که حضرت علی بار حضرت فاطمه را به نزد پیامبر میفرستند و میگویند بیرو و از پدرت یک خادم طلب کن یا از او بخوا. الان در دستش بعضی از اسیرها هست یا گفتیم بعضی از برده ها هست، یک نفرش را به تو دهد. و حضرت فاطمه به نزد پیامبر دویده می آیند ولی پیامبر را در خانه نمی یابند و به حضرت عایشه می گویند. سپس حضرت عایشه وقتی به پیامبر می گویند، پیامبر به نزد حضرت فاطمه می آیند و می گویند من به تو از خادم هم چیزی بهتر رو امروز خواهم آموزانید. اینجا چرا حضرت علی همسر خود فاطمه رو به نزد پدرشان گسیل میکنند؟ در تمام روایت ها آمده است که از اینکه حضرت فاطمه با دستان خود ارد میکردند، در آن وقت میدونید آسیاب سنگین بود، اون را دور میزناندند زنها، دستهایشان میکفد و حتی دستهایشان آن اثری از زیاد چرخ زناندن آسیاب را میبردارد، زخمی میشود و وقتی دستان حضرت فاطمه را حضرت علی میبینند رحم میکنند و میگویند زیاد مشقت داری میکشی، به نزد پدرت برو. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از حضرت عایشه این رو میشنوند دویده، اگرچه شب بود وقتی خواب بود، به خانه دخترشان میروند و به نزد دخترشان می آیند و می بینند که الکه حضرت علی و حضرت فاطمه بالای خود پرچه را که در حدیث آمده است اگر پایهایشان پنهان شود سرشان پنهان نمیشد، سرشان پنهان شود پایهایشان، چون هم زمانی کمبغلی بود و هم اهل بیت پیامبر، دخترک پیامبر اهل دنیا نبودند، اهل زیباگی و خریدن کرپه و پرده های زیبا نبودن، یعنی خیلی خیلی کمبغلانه، فقیرانه، زاهدانه زندگی میکردن. و وقتی پیامبر میبینند بالای اینها پوشیده هست و حضرت فاطمه از روی احترام میخوان از جایشان بخیزن، هوا هم کمی خنک بود، پیامبر میگویند مکانک یا که مکانکم، نه جنبه، در جایتان ایستید، من هم پیشتان می نشینم. یعنی خاکساری پیامبر به دخترشان است، مهربانیشان است، میگن از جایت نخیز فاطمه، علی تو هم از جایت نخیز، میروند و بین آنها میشینند. حضرت فاطمه میگویند به نزد من پدرم نشست، خنکی پای پدرم رو در دلم احساس کردم، یعنی خیلی پایهایش سرد بودند، خنک بودند. این هم یک اثر کمبغلی بود. و پیامبر میگویند به حضرت علی و فاطمه الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من خادم، شما به نزد من امروز رفتید تا برای شما یک خدمتگار بدهم، آیا من شما را راهنمایی کنم به چیزی که بهتر از خدمتگار است، بهتر از خادم است، بهتر از یاردمچی است؟ اذا اویتما الی فراشکما او اخذتما مضاجعكما فكبرا 34 و سبح 33 و احمد 33 فهذا خیر لكما من خادم. وقتی شما به جایگاه خواب خود رفتید 34 بار، در این حدیث 34 آمده، 34 بار الله اکبر گوید، 33 بار سبحان الله بگوید، 33 بار الحمدلله بگوید و این برای شما از خادم بهتر است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ من به تو خادم داده نمیتوانم. در روایت دیگر آمده است که پیامبر میگویند نه، من میگویند یک چند نفر رو در نزد مسجد دارم، آنها اهل صوفه بودند، مثل حضرت ابو هریره که همیشه فقط علم میخواندند، از پی علم بودند
و به یگان کار دست نمی زدن، یعنی از پی تعلیم علم بودند و فقط در همون حوله مسجد می نشستن. کسی خواست می برد و با خوراک دادن یا گفتیم با طعام دادن شکمی آنها رو سیر میکرد یا لباس میداد، ولیکن بردوام در آنجا می نشستن، یعنی قمبغلان یا گفتیم فقیرانی که از اطراف آمده بودن. از همین که حضرت ابو هریره به یگان کار دنیا دست نزده یا در جهاد یا در نزد پیامبر علم آموختن، اگرچه اهل صوفه بودن یا از قمبغلان باشد، هم در اینجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم زجر نکردند. در روایت آمده است که به حضرت علی و فاطمه میگویند در من اهل صفه هستند، آن نفرانی هستند که شکم آنها گرسنه است، من آن غلامان را میفروشم و شکم آنها را سیر میکنم، من برای شما از آن غلام داده نمیتوانم. و بجای این چی میگویند؟ شما از من غلام طلب نکنید، شما ذکر کنید پیش از خواب رفتن. و ذکر هم انسان را قوی میکند و هم یک راهنمایی پیامبر است که دختری من، تو اهل خدمتگار گرفتن و اهل دنیا نیستی، تو اهل آخرت هستی، بجای از پی دنیا شدن زیاد ذکر کن و به یاد الله باش. سبحان الله. این یک راهنمایی پیامبر بود. چیزی دیگر خواهران عزیز، در حدیث دیگر آمده است که حضرت فاطمه تا اندازه در آسیاب جور را، یا گفتیم خواهران در همینجا ننویسید، به من خیلی خلل میرسانید و نمیتوانم اینجا، به من خط آمدن میگیرد. یگان کس در چت زوم ننویسد. و خیلی ارد میکردن و دستهایشان اثری آن آسیاب رو برداشته بود و تمیزکاری میکردن که لباسهایشان چنگ و غبار میشد و نان میپختن که چهرههایشان سرخ میشد. امروز من همین قصه رو خواهران عزیز برای چی یکم گفتم مفصل صحبت کنیم. یک چند خصوصا جوان دختران هستن یا گفتیم عروسکان، در جایهای ما میگن کلینچکان، که نمیدونم از کدام شیخ‌های گوگلی یا اینترنتی افتن. یک سوالشان آیا برای زن خدمت شوهر واجب است؟ همین سوال را میدهند. عزیزی من، تو کی هستی و دختر پیامبر کی است؟ دختر پیامبر در خدمت شوهرش بود، در خدمت فرزندانش بود. از زیاد آسیاب کردن کفی دستان او کفیده بود و وقتی به شوهرش نشان میدهد از راه میگوید بیا از پدرت کمک بخواهیم و از پی خدمت اهل بیتش بود. امروز زنها اگر آش نپزیم، خانه تازه نکنیم، خدمت شوهر رو نکنیم، کی این رو میکند؟ کی این رو میکند؟ که این سوال یک چند نفر است. مگر برایش زن خدمت شوهر واجب است یا نه؟ یعنی حدیث بخاری به تو گفته ایستاده است که دخترک پیامبر از خدمت زیاد حتی دستهایشان، کف دستهایشان کفیده بود و یا گفتیم جراحت برداشته بود. یعنی زن باید در خدمت شوهر باشد، در خدمت فرزندان باشد. آره، و مسئله خدمت خوشتومن و چیزی دیگر اون مسئله های بیرون است تماما که اون هم مفصلا چیزی دیگر. اما مخصوص اگر برای شوهرت تو خدمتت رو میپرسی که آیا این واجب است یا نه، یکم باید فکر کرد که شوهر برای چه کار میکند، پول میآورد، از پی تامین کردن زندگی است. تو در همین خانه نقشت چی است؟ اگر از پی تربیت فرزند نباشی و خدمت خانه نباشی، پس تو چی هستی؟ خوب رفتن و تلفن قپیدن و خرید کردن دیگر چی کار میکنی؟ که اینجا دخترک پیامبر در خدمت اهل بیت خود بودن و حضرت علی هم در اولهای هجرت که زمان کمبغلی بود، میگویند از زیاد آب کشیدن دیگر درد میان و درد گردن می شدن که از چاه آب می برآوردند و به درخت ها آب می دادند و از آن درآمدی خود را می گرفتند. پس البته با فضل جهاد و با دولتی ساخته پیامبر حضرت علی هم ثروتمند شدند، خانواده پیامبر هم. لیکن دخترک پیامبر فاطمه پیامبر از پدر خود این زهد را یا گفتیم این گونه کم بغلانه زندگی کردن رو آموخته بودن که پیامبر گفتن دخترک من، تو به جای از من یک خدمتگار طلب کردن، هر وقتی که به جایگاه خوابت می روی سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر بگو. و خواهران عزیز، این باز دلیل هم هست که شما خواب رفته ذکر کرده می توانید. یعنی وقتی که در جایگاه هستید، شما تا خوابتان بردن پایهایتان دراز باشد، هم یا گفتیم بیروی مال باشید، هم سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر گفته می توانید. این بود
این حدیثی که الان گرفتیم حدیث های چند تای دیگر بود که آن رو هم میگذاشتیم، ولی کمی با هم الان سوال و جواب کنیم.